خدای من ببین کجا رسیدیم، بالای تاج سد دز. ما تقریبا با 2 ساعت و نیم پیمایش از قلعه شاداب دسفول رسیدیم بالای تاج سد دز اندیمشک. دوستان اون دیواری روبرو چلپای اندیمشکه و این جایی که من وایسادم قلعه شاداب دسفوله. اون دریاچه‌ش هم از لرستان سرچشمه میگیره، از کوههای قالیکو و اشترانکو. حالا یه توضیحاتی هم راجع به خود سد بهتون بدم. این سد بتونی 2 قوسی هستش. اون قوس بالاشه که میبینی به این حالته، پایینش هم به این شکل قوس داره که میره پایین. بالای تاج تقریبا 4 متر عرض داره. این 4 متر وقتی که میره پایین تقریبا 208 متر میره پایین. پایینش میشه 28 متر. ببین چی ساختن، یه چیز خیلی فوق. اینو زمان محمد رضا شاه ساختن، سال 1338 تا 1341، یعنی در عرض 3 سال این سازه بتونی بی‌نظیر رو ساختن ایتالیایی ها. فکر کن چطور تو اون زمان طی 3 سال اینو ساختن، خیلی بی‌نظیره. و این آبی هم که از جلوش طی میشه تقریبا با طی کردن 15 کیلومتر میرسه به همون چالکندی خودمون یا چمسبز اندیمش. خیلی زیباست.